یکی از روزهای بهاری سال 1974 بود که مردی به نام یوهان کرایوف در فرودگاه روی پلکان هواپیما در حال سوار شدن به هواپیما بود تا سفر خود را آغاز کند. بعد از دقایقی هواپیما بر فراز ابرها در آسمان در حال حرکت بود و یوهان از پنجره هواپیما آسمان آبی بی انتها و ابرهای زیبا را نظاره می کرد. اما لحظاتی بعد این آرامش با صدای عجیب و ترسناک به هم خورد. یکباره روشنایی داخل هواپیما خاموش شد و چهره همه مسافران پر از اضطراب و ناراحتی شده بود و دنبال فهمیدن دلیل این اتفاق بودند. گویا موتور سمت چپ هواپیما دچار سانحه شده و آتش گرفته بود. یوهان از کنار پنجره هواپیما بیرون را نگاه می کرد و نفسهای عمیق می کشید تا خود را آرام کند و اضطرابش کم شود. اما متاسفانه تلاش خلبان و پرسنل هواپیما بی نتیجه ماند و هواپیما دچار سانحه و نزدیک جنگلی سقوط کرد. بعد از سقوط هواپیما آتش و دود همه جا را فرا گرفته بود و یوهان با زحمت و تلاش بدن زخمی خود را از میان آهنپاره ها و آتش بیرون کشید. او تا چند روز در میان جنگل تشنگی خود را با آب و باران رفع می کرد و از برگ درختان تغذیه می کرد و شبها آتش کوچکی برپا می کرد تا هم گرم شود و هم از حمله حیوانات وحشی در امان بماند، تا اینکه سرانجام بعد از چند روز تیم نجات او را پیدا کردند. یوهان زنده ماند تا بعدها از سخت‌ترین و بزرگترین امتحان زندگیش برای دیگران تعریف کند.